با چند قلم مواد ساده ژله یلدا تو همینقدر خوشگل و شیکش کن، کاملا مغزدار و خیلی هم خوشمزه. درسته خرابکاری هم توی کار پیش میاد، ولی نمک آشپزیه. حالا دلیلش توی کپشن برات نوشتم که چیکار باید بکنی. ژلاتین رو به همراه آب با هم دیگه مخلوط میکنید، روی بخار کتری میذاریم تا قشنگ بنماری بشه. وقتی کاملا ذوب شد میذاریم کنار که خنک بشه. داخل یه ظرف دیگه شیر که داشتیم و به همراه شکر مخلوط میکنیم، روی حرارت قرار میدیم تا شکر فقط حل بشه. مقدار خامه‌ای که داشتیم و یه مقدار با شیر روونش میکنیم، به بقیه مواد اضافه میکنیم. وقتی یک دست شد از روی حرارت برمیداریم و ژلاتین بنمایی شده رو بهش اضافه میکنیم. داخل قالبتون رو حتما چرب کنید، روغن اضافیشو بگیرید، از مواد پاناکوتا تا نصف مواد رو پر میکنید. از قالبای تک نفره هم میتونید برای این کار استفاده کنید، میذارید داخل یخچال که کاملا خودشو بگیره. هر رنگ ژله که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. با یه لیوان آب جوش حل میکنیم و نصف لیوان آب خنک میریزیم و اجازه میدیم ژلمون کاملا سرد بشه. مواد پاناکوتا رو از داخل قالب درشون میایید و کنار میذارید. یه مقدار از ژله که داشتیم و داخل قالب میریزیم، مواد پاناکوتا رو میذاریم داخلش و مجددا روش رو با ژله پر میکنیم و میذاریم داخل یخچال یه 7-8 ساعتی بمونه تا قشنگ خودش رو بگیره. با یه چاقو دور قالب رو آزاد کنید تا مواد ژله کاملا به درستی در بیاد. اگر از قالب سیلیکونی استفاده میکنید یه مقدار سشوار روش بگیرید، راحت تر در میاد. درسته من خرابکاری کردم ولی بعدش فهمیدم که چیکار باید بکنم. فقط سعی کنید از قالبای پلاستیکی استفاده کنید که خیلی راحت تره، ولی فوق العاده خوشمزه بود و مرسی که تا این ویدیو همراه من بودیم. مژگان عاشقتونه.